مگس سفید یکی از مهمترین آفاتیه که کنترلش به نسبت بقیه آفات سخت تره. چرا؟ چون این آفت بسیار ریزه، زیر برگ زندگی میکنه. تعداد نسلی که داره در سال بالای تقریبا تا 10 نسل در سال داره و به سرعت به سموم مختلف مقاوم میشه. خسارت این آفت به این صورتی که با تغذیه از شیره خود گیاه با قطعات مکنده‌ای که داره باعث ضعیف شدن گیاه میشه. خسارت غیر مستقیم هم میزنه، با ترشح یه سمقی روی بدن خودش باعث میشه که انواع قارچ‌ها و بیماری‌ها به این برگ بچسبن و آسیب‌های ثانویه‌ای بزنن و با جابجا شدنش روی گیاهان هم میتونه عامل انتقال انواع ویروس‌ها باشه. با اتصال کارت زرد به گیاهان یا چسبوندن نوار زرد دور تا دور گلخونه میتونین جمعیت آفت رو کاهش بدین. و یا اینکه با متصل کردن توری به پنجره‌های سقفی یا کناری گلخانه هاتون میتونین از ورود آفت به گلخانه خودتون هم پیشگیری بکنید. مصرف کودهایی که آب میان بافتی گیاه رو افزایش میدن کاهش بدین و به جای اون از کودهایی استفاده بکنین که بافت گیاه شما رو مستحکم تر میکنن. برای مثال کودهای کلسیومی و کود سیلسیوم میتونه برای گیاه شما برای اینکه مقاوم بشه در برابر آفت مگس سفید مناسب باشه. حالا از چه کود کلسیومی برای استحکام بخشی به بافت ساق برگ و میوه فلفل دلمه استفاده بکنیم؟ ببینید اگر که توی مرحله گلدهی شما مگس سفید مشاهده کردین، بهتره که از کودهای کلسیبر استفاده بکنین که هم توی بحث گل‌انگیزی به شما کمک بکنن و هم توی استحکام بخشی به بافت ساقه و برگتون. اما اگر توی مرحله میوه‌دهی شما مگس سفید مشاهده کردین، بهتر از کود کلسیمین استفاده بکنین که هم اون تنشی که به گیاه وارد شده رو با آمینو اسیدی که داخل خودش داره کم بکنه و هم با داشتن کلسیوم و جذب کلسیوم توسط گیاه اون بخش استحکام بخشی رو داشته باشه. استفاده از کود سیلیکون فرمولایف به صورت محلول پاشی هم میتونه توی همین بخش مستحکم سازی برگ و ساقه کمک شایانی بهتون داشته باشه. شیره گوارش یه مگس سفید قلیایی هست و مصرف یک سری محلول هایی که اسیدی هستن میتونه آفت رو کنترل بکنه و از تفریخ تخم مگس سفید هم جلوگیری بکنه. فیکسون یک ماده‌ایه که میتونه آب محلول پاشی شما رو اسیدی بکنه و تاثیر زیادی توی کنترل جمعیت آفت مگس سفید داشته باشه. مصرف فیکسون در مراحل اولیه‌ای که جمعیت مگس سفید هنوز خیلی بالا نرفته با آب